پروردگار کریم الایزال در سوره مبارکه مدثر جزء 29 آیات 42 و 43 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر، چه چیز باعث شد که شما وارد آتش سوزان جهنم بشوید؟ قالوا لم نک من المصلین، میگویند ما نماز نخواندیم. امام قرطبی رحمت الله تعالی علیه مفسر بزرگ اسلام متوفای سنه 671 هجری قمری در تفسیرشان چنین نوشته‌اند که قال الكلبی رحمه الله تعالی فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه فيقول له يا فلان، وفي قراءة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يا فلان ما سلكك في سقر. یعنی شخصی از اهل بهشت شخصی را از اهل جهنم با نامش صدا میزند که ای فلانی، و از او میپرسد. و در قراءت جناب حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما آمده که او را صدا میزند ای فلانی، چه چیز باعث شد که وارد جهنم گردیدی؟ او جواب میدهد که نماز نخواندم. ذکر این مسئله که جهنمی ها با بهشتیان یا بالعکس بهشتی ها با جهنمیان صحبت میکنند در سوره مبارکه الاعراف جزء 8 آیت 50 آمده است. الله متعال فرموده که جهنمی ها برای بهشتی ها صدا میزنند، میگویند که بریزانید برای ما از آب یا بیندازید برای ما از خوردنی هایی که الله متعال برای شما داده است. از هر آنچه که در اختیار دارید برای ما هم اندکی بدهید. بهشتی ها برای جهنمیان میگویند که الله متعال این دو را برای شما حرام قرار داده است، داده نمیتوانیم. از روایات وارده در این باب دانسته می شود که بهشت در آسمان هفتم و جهنم بر زمین هفتم قرار دارد. الله متعال در خود قرآن عظیم الشان فرموده است که در قیامت آسمان ها با آسمان های دیگری و زمین به زمین دیگری تبدیل می شود. خلاصه کلام این که شرایط برای اهل بهشت و اهل جهنم مساعد می گردد که با هم صحبت می کنند. این یک عزتی هست برای اهل بهشت و ذلت و خاری خواهد بود برای اهل جهنم. کسانی که در دنیا برای مردم غافل و خدا ناترس بیان می کردند که نماز بخوان، می گفتند که به تو چه؟ ما اختیار خود را داریم، تو که نماز خواندی به کجا رسیدی؟ نماز برای تو چه فایده ای دارد؟ تو که نماز خواندی آیا رزق و روزی داری؟ زندگی من بهتر از توست؟ نه، هرگز. در جهنم این را به یاد خواهی آورد که نفر زحمت کشید، تو را دعوت داد، اما تو دعوتش را نپذیرفتی. چرا وارد جهنم شدی؟ بیان میکنند که لم نک من المصلین، نماز نخواندیم. این بزرگترین تقصیر یک جهنمی خواهد بود که بی نمازی کرده است. الله اکبر. پروردگار متعال نجات بدهد و الله متعال توفیق بدهد که نمازها را بر اوقاتشان چنان که پروردگار کریم الایزال و رسول معظمش صلی الله تعالی علیه و سلم دستور داده اند ادا بکنید.